خب سلام خدمت دوستان و همراهان کار اکسسوری. امروز براتون نمونه نصب عایق فومی پشت چسبدار رو برای نصبش به نمایش میذاریم که به این صورت رو دریا باز شده و ست کامل 7 تیکه که شامل 4 تا در صندوق و آینه ها هستش. به این صورت دوستان خدمت شما عرض کنم که شما به دو روش میتونید نصب کنید. یه مدل این که روی عایق فابریکتون نصب کنید، ولی چون میخواین چسبش بهتر بگیره این گوشه ها رو یک برش ریز انجام بدین، وسطش فوم فابریکتون بمونه، و یا اینکه کلا این این فوم سفید رو ریموف کنین و اون کامل به درتون بچسبونین، که پیشنهاد خودم این هستش که کامل نصب بشه. ولی یه توضیحی که خدمتتون باید بدم، کسایی که بخوان عایق چسبی رو نصب کنن اگه بتونن کورکن نصب کنن، این اهرم قفلشون رو بردارن، دیگه به مشکل بر نمیخوره و جلو هم به همین صورت. خب آمیلات یه دونه سمت راننده رو به من بده. گوشی خود بگیر. به این صورت که چسبش خیلی قوی هم هست. به این روش که دیدین به راحتی قابل نصب هستش. در عقب هم به همین صورت.